محسن چاوشی یا گیر داره محسن یگانه میبینی؟ گیر داده محسن یگانه. من علیزنده وکیلی و اینا. بعد یه مدت هم گیتار میزدم براش. سلام علیکم. آقا خیلی خوش اومدی به یه ویدیو ریاکت دیگه از ما. امروز اومدیم با یه یوتیوبر درجه 1. حدس می‌زنید کی؟ اصلا وایسا اصلا از تامنیل نفهمیدید شما کیه؟ نه دیگه. اصلا تامنیل شما ندیدید؟ حدس می‌زنید کیه؟ سهیل سلبا. اومدیم اولین ویدیو سهیل سلبا که نه دومیشو ببینیم چون اولیش شو دلیلی داشت دیگه. خلاصه همین نگاره بریم که سراغ اولی ویدیوش. ولی سهیل اصلا تغییر نمیکنه. ویلی اصلا اگه همینه بزرگ شد داریش در آورده. همینه سهیل همین که صحبت کنید. یعنی رو گفت از اول ویدیو نباید حرف بزنید. من داریستم من خب بچه خیلی بچه ای تو سیبیل از سیبیل پارسا درشتره. تو چهارداش بزرگتر. بریم سلام علیکم. یا قادر لغتار عجب سگه رو علیکم رشد. ژل زیادی زده. 5 لیتر فکر کنم ژل داره تو بونش. دماغو داری دیگه. دو قطر انگشت دماغه. آره مردم. بریم داریم. حالتون چطوره؟ سلبا هستم. خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. امروز تو این ویدیو میخوایم با برنامه مثل مینی چت با افراد برنامه مثل مینی چت نیستا؟ نه مینی چت نیست. آره دیگه. به قرآن اگه فکر کنی مینی چته. به قرآن اگه فکر کنی مینی چته. غریبه توی ایران تصویری صحبت کنیم و یکم اذیتشون کنیم. می‌دونی با مینی چت میتونی تصویری صحبت کنی؟ نه. نمی‌رسی تو؟ مینی چت واسه مثلا مکانیکی و اینا نبود ماشین خراب بشه زنگ. نه من فکر کنم برای مخابرات اینترنت نداریم. آخ راست اینترنت هم قطع شد. من اصلا فکر کنم برای لپتاپ و اینا. کلی لذت ببرین، کلی شاد شین و کلی بخندین. یه صحبت نمی کنم. برو بریم سراغ ویدیو. جان حاجی برو نره باشه. من واقعا معذرت میخوام. حاجی عینکو تو ببین. عینک توه. Help me. من عینکم 6 ضلعیه. این گرده. یه عینک اینجوری داری یادمه. آره قبلا دقیقا همین بود. گرد بود. همینقدر سیاه بود. اصلا میدیدی توش؟ نه عینک جوشکاری بود. دیگه لاتی بود دیگه. من چرا خریده بودی؟ والا نمیدونم. اهمیت نداره ببینیم. یه چیزی برام بذار. چی بذارم عزیزم؟ آهنگی. من راستیتش آهنگ. شما چقدر آهنگ گوش میدین؟ الان چقدر آهنگ گوش میدیم ما چقدر آهنگ گوش میدیم؟ 1 کیلو آهنگ. زیاده. تو سربازه. راستیتش من مدیر هنری چند تا از من نمیذارم. پای وسنسی نمیذاره. داشتی دیگه برو. مدیر هنریشونم. خیابه دارم ببین. نمیفهمم مشتی. آجی تو خیابه دارم ببین. گرفته دوربین اینجا. مویگی رو آدم این دوربین گرفته اینجا. داره آلمانی حرف میزنه. مسخره نکن دیگه. اکه یگانه محسنه. یه سوال گفت محسن یگانه. اینجا بحث پیش میاد. خب اگه اون مامان محسن یگانه یه بچه دیگه هم داشت. محسن دوگانه. نه واسه یه محسن دیگه اونم اسمش میذاشت محسن. میشه محسن دوگانه.
این دوتا محسن یکیش بنزینی یکیش گازیه. سطح طنز ما رو میبینی خدای عالیه که طنز. سطح طنز ما رو میبینی. مخاطب انرژی میخواد. این اگه سوال براتون میکروفونه. بله. دوست داری؟ توفنگ من نیست. میگم رو مغزت بگوشم. ادامه میدیم. فکر کنم گوشیم داره زنگ میخوره. حلال زاده هم هستن. سلام برسون محسن یگانه است. الو سلام. اصلا به اونی که گوشیش به این گوشیش زنگ نزده ها. اصلا این کارو محسن نکرده. یگانه زنگ زده. سن دوگانه شاید. دوگانه زنگ زده. شاید الان دوگانه شده باشه. میشه با اون برنری؟ و پام میخوره. صداش میاد تو این. از اینجا خیلی قوی. این قویه، میکروفونش خیلی قویه. از خارج اومده. خیلی قوی. سامسونگه. سامسونگ کره. سامسونگ. من یه نیم ساعت دیگه میام استودیو دارم استعداد چیز میکنم ببینم کی صداشو داره. میام خدا نیاد. محسن یگانه آقا هر وقت خواستیم تیکه بگیم میزن به این که اصلا تیکه استو بگی؟ بزنیم. من مثلا نمیشه کامل بگی؟ نظراتتون رو بهم بگید چون من خودم که مدیر خواننده هم ولی یه صدایی هم دارم اگه دوست داشتی واسهتون میخونم. مدیر خواننده. من واقعا ترنات لم بگیر. آقا اینجوری شدی ها. نه تو خدا بدت ویدیو رو بگید. از این آدم دورم کن بد و خوب نداره خستم اونو که دست مرگی سرباز لفت گروه. این کوچیکه. یعنی چی؟ این همه ابهت و باک بازو چی نداره و چرا ترنسی گشتی؟ موش خورما مینی چت بگیریم؟ ما چیه؟ شما چیه؟ ایزپاتس نه ببین برو موش کور آجی نگو خود سوال بگم. آخه من که نگفتم. من که نگفتم. خود سوال بگم دیگه. خودش گذاشته دیگه آقا. بله برو بیرون. گریت دیگه اشکال نداره منم باید گریم من راستیتش عشقم گذاشت رفت. چرا سوفیر اینجوری گرفته این؟ خانم درست گرفته. خانم هر چی میگه درست میگه. چقدر نکن اینجوری؟ تا اینجوری اطلاع خانم اینجوری داره نگاه کنه. همینی که هست. براش آب مدنی چی کنم نه چرا؟ خیلی اینجوری حرف میزن. خانم انگار داره پوکر بازی میکنه مثلا پوکر نیست. موهای زیبای نارنجیش هم نیست. K50 disari dengan nutrisi agar kulit kepala dan rambut kekal sihat dan harum. واقعا فکر کردم تبلیغه. به خدا فکر کردم تبلیغه. دمت گرم. ببین اشتی ببین قد کلت قب داره. تو خونه همه حرفن شما همه هست. تو خونه شون دید اینوری نمیشه باید اینجا بیاد قشنگ کج نمیشه. این چه خبر دیگه؟ سوهیل ببینید دست پاشو گم کرد. تموم شد سوهیل تموم شد. یه همچین چیزی بیاد جلو من همه جامو گم میکنم. یه مینی چت بگیریم. ادامه میدم. یه مینی چت بخونم میخوام آهنگ بخونم مثلا. آره من راستیتش اصلا اومدم توی این مینی چت که یه خورده آهنگ بخونم و
و اینکه نظرات بپرسم. من راستیتش اصلا 3-4 سال بیرون از خونه زیاد نرفتم، فقط نشستم تمرین کردم رو گیتار و خوانندگی و این چیزا. منو نگاه کجا نگاه کنی. بعد اینکه آره راستیتش بعد با خیلی از خواننده‌های برتر ایران هم همکاری دارم میکنم، مثل محسن یگانه، محسن چاوشی یا گیر داره به محسن یگانه. می‌بینی؟ گیر داده به محسن یگانه. علیزنده وکیلی و اینا. بعد یه مدت هم گیتار میزدم براش. اوه چه تیپی. سلام داداش، چطوری؟ لس آنجلسیه داده. مشتی برادر گی این همه برو تیپ بزن، این همه برو پول لباس بده، این همه برو کفش بخر. چیه چون میشه دست از پشت من برداری مثل بدی بهم دست میده. هیچ کی اینجا نگه تیپ لس آنجلسی. این همه برو پول ساعت بده، این همه برو شلوارک بپوش. تو دست کسی به تو میگه الان تیپ لس آنجلسیه؟ نه میگه من بهت میگم تیپ لس آنجلسیه داداش. تمام شد. بریم تو نه، ویدیو رو ببینیم. تو تیپت نه. مکزیکویی. خب اینم یه ویدیوی دیگه، امیدوارم کلی حال. صدا تلگرام اومد. قد عجیب ادیت میزنه نمیدونم. واقعا تمام آرمای ممکن تبلیغ کرد. واقعا سرپان نمیفهم. بذاره دیگه حجت کامل. آیا کسی میکروفون رو ببین خدا وکیلی؟ ما نداریم. ما داریم. نه میکروفون به این خوبی صدا رو ساب کن بخریم. ساب کن. رو دوستان بگو ساب برو کنم. ساب کن. 100 تا ویو میگیره ساب نکنه. ساب کن. و بزرگترین حمایت بچه رسید برید چنل سوی صبح و اگه چی شد تو دیسکریپشن میذارم، برید حتما سابش کنید. خب آقا این بود از این ویدیو، امیدوارم که دوستش داشته باشید. میتونید شما هم صحبت کنید. میدونید امیدواریم که به ما گفت اولش اگه حرف بزنید میندازمتون بیرون. الان آزادید. لایک کامنت سابسکرایب یادتون زنگوله نره دیدن ویدیو تمام ویدیو یادتون نره. لایک کامنت دوباره یادتون نره. بسه.